سلام دوستان، حالتون چطوره؟ به کانال زوس موویز خوش اومدین. امروز میپردازیم به فیلم هندی انیمال. این فیلم یه هفته هستش که اکران شده و سر و صدای خیلی زیادی هم به پا کرده. یه فیلم فوق‌العاده خشن و هیجان انگیز. توی فیلم انیمال رامبیر کاپور، آنیل کاپور و بابی دئول ایفای نقش کردن. این فیلم چه توی فروش، چه توی داستان و حتی توی نقدهای منتقدین تونسته قد علم کنه و سربالا بیرون بیاد، طوری که توی یه هفته اول اکران سینمایی 320 کرور فروش داخلی و 600 کرور فروش خارجی داشته و طی همین 7-8 روز لقب آل تایم بلاکباستر رو دریافت کرده. یه جورایی میشه گفت مردم هند فیلم انیمال رامبیر کاپور رو به فیلم تایگر 3 سلمان خان ترجیح دادن و بیشتر واسه تماشای انیمال به سینما میرن. فیلم انیمال رفقا محصول مشترک سینمای شمال و جنوب هنده. کارگردان فیلم انیمال ساندیپ ردی وانگا هستش که فیلم موفق کبیر سینگ رو هم قبلتر با شاهد کاپور ساخته و فوق‌العاده کارگردان قابلیه. خب قبل از این که بریم سر وقت داستان انیمال، اگه تا اینجای ویدیو راضی بودین ویدیو رو لایک کنین و اگه فیلم انیمال رو با کیفیت پرده‌ای بالا میخواین به چنل تلگرامی زوس موویز مراجعه کنید. فیلم انیمال همینطور که از اسمش مشخصه یه فیلم دارک و پر از صحنه‌های اکشنه که هیچجوره حوصله مخاطب از دیدن این فیلم سر نمیره. سینما دوستان بالیوود گفتن خیلی وقت این حجم از سکانس‌های خشن و خون‌آلود توی یه فیلم هندی ندیدیم. خودم هم رفقا فیلمو دیدم، محشره، 3 ساعت و خورده فیلمه، ولی اصلا نمیفهمی که کی 3 ساعت فیلمو دیدی. به شدت هیجان انگیزه این فیلم. پر از صحنه‌های اکشن و خشونت‌های دلخراشه. صحنه مثبت 18 هم کم نداره این فیلم. و یکی از نقاط اصلی قوت فیلم انیمال بازی محشر رامبیر کاپوره که خیلی زیاد رفته توی این نقش و کارشو عالی درآورده. داستان فیلم رو رفقا نمیخوام اسپویل کنم چون فیلمش موجوده و دوست دارم تماشاش کنین و لذت ببرین ازش. ولی یه ریز نکاتی راجع به فیلم بگم که میل دیدنتون بیشتر بشه بد نیست. شخصیت بالبیر سینگ یا رامبیر کاپور یه آدم فوق‌العاده خانواده دوسته که همه چالش‌ها و درگیری‌های فیلم به خانواده رنبیر مربوطه. آنیل کاپور نقش پدر رامبیر رو بازی میکنه و بابی دئول هم نقش منفی فیلمه که طرفدارا خیلی با بابی حال کردن. یه نکته جالب دیگه‌ای که این فیلم داشت آهنگ کوچه بازاری ایرانیش بود. شاید آهنگ آی سیاه زنگی دلم نکن خون رو شنیده باشین. این آهنگ توی فیلم بوده و مردم هندم خیلی از این آهنگ ایرانی خوششون اومده. خب رفقا اینم نکاتی راجع به فیلم هندی انیمال که جدیدترین فیلم هندی روی پرده سینماست. حتما این فیلم رو ببینید، قول میدم از دیدنش لذت ببرید. و مرسی که تا انتهای ویدیو همراهمون بودید. اگه ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین و نظرتونم بعد دیدن فیلم انیمال برامون کامنت کنین. تا ویدیوی دیگر بدرود.